در ابتدای دهه 20 و 30 قرن گذشته میلادی ظاهراً دوره جدیدی از جنگ‌ها توی جهان آشکار شد. دوره جدید علاوه بر میادین جنگ‌های کلاسیک، شاهد میادین جنگ‌های افسونگری هم بود که بیننده‌ها رو خوشحال می‌کرد و کوچیک و بزرگ رو جذب می‌کنه و بزرگترین این میدون‌ها و مهمترین اونا بر روی تپه‌ای به اسم هالیوود قرار داره. همزمان با اوج درگیری‌های میدون‌های جنگ در 4 گوشه جهان، یهودیای آلمان و اروپای شرقی برای کوچ به تبعیدگاهی جدید مثل بهشت بسیج شدند و این تبعیدگاه جایی نبود جز شهر هالیوود که بزرگترین و مهمترین احزاب رو توی خودش قرار داده. حزبی که دیوید مارتینون، سیاستمدار فرانسوی، اونو حزب هالیوودی اسم گذاری کرده. بنیانگذاران بزرگترین استدیوهای جهانی سینما یهودیایی بودند که از آلمان و اروپای شرقی و از شدت فشار و سرکوب به آمریکا فرار کردند. بنیانگذاران سینمای یهودی توی هالیوود در 2 مسئله متناقض با همدیگه اشتراک دارند. اول فقر و محرومیت توی گذشته و دیگری قدرت طغیانگر و ثروتی هنگفت توی آینده. صاحبای استدیوهای سینمایی خیلی مشهور جهان یهودیایی هستند که به آمریکا مهاجرت کردند یا فرزندان یهودیای مهاجر هستند که بیشتر اونا از خانواده‌های پرجمعیت بودند. یهودی‌ها یک ورودی رویایی به جهان اشراف و تصمیم گیرا پیدا کردن و اونم ورودی سحرآمیز صف نمایش‌های بزرگ و استدیوهای تولیدات سینما بود. هدف بنیانگذاران هالیوود به طور کاملا روشن تسلط بر جامعه آمریکا تعیین شده بود. اونا امپراتوری خودشون رو برای تسلط بر دنیا ساختن. اونا نوعی تخیل اجتماعی ایجاد کردن که به طور خلاقانه‌ای توی فیلم‌های تولید شده اونا به نمایش گذاشته میشه. به طور واضح مشخصه که یهودیای کوچ کرده از شرق اروپا به خوبی برای ادغام توی جامعه جدید و تسلط بر اونا برنامه‌ریزی کردن. بنیانگذاران استدیوهای تولیدات سینمایی هالیوود تونستن توی جای مناسبی استقرار پیدا کنن. با وجود اینکه اونا در ابتدا به شدت ضعیف بودن، کارآمدی زیاد و نامحدود سینما و تصویر رو دریافتن و با نبوغی بیمانند از سینما استفاده کردن تا قوه خیال رو به تصرف خودشون در بیارن و ویژگی‌ها و ارزش‌های جدید برای جامعه جدید ایجاد کردن که ابتدا آمریکا و بعد از اون جهان رو فتح خواهد کرد. یهودیان قبل از آغاز جنگ جهانی دوم موفق شدن سلاحی به دست بیارن که به وسیله اون بتونن با هر کسی که ارزش‌های اونا رو به چالش میکشه مبارزه کنن و این سلاحیه که اسرائیل به بهترین شکل از اون استفاده کرده. یهودی‌ها خودشونو برای نشون دادن تصویری محبوب از اسرائیلی‌ها به زحمت نمیندازن، بلکه برای اونا کافیه تا از دشمنای خودشون توی فیلم‌های هالیوودی تصویری وحشیانه ارائه کنن تا اینکه خودشونو همیشه قربانی نشون بدن. یهودی‌ها بر روی رسانه‌ها سلطه دارن. اونا همیشه توی اخبار حضور دارن و بزرگترین لابی در واشنگتن هستن. اسرائیل سالهاست بر سیاست‌های خارجی آمریکا تسلط داره. مدتی قبل توی یک گزارش که با هدف معرفی 100 فرد قدرتمند در عرصه سینما منتشر شد، 12 نفر ابتدای لیست همگی یهودی بودند. توی این لیست هیچ فرد سیاه پوست و یا بریتانیایی تباری وجود نداشت. سلطه مطلق اونا بر هالیوود طوری این شرایط رو رقم زده که افراد غیر یهودی هم تمایل دارن که با تغییر رفتار و ظاهر خودشون یهودی به نظر بیان. همونطور که در دهه 80 میلادی افراد برای ورود به صنعت سرگرمی خودشون رو هم جنس باز و یا دو جنس گرا نشون میدادن. تخمین زده میشه که 35% اعضای جامعه سینماگران آمریکا هم جنس بازن. از سالهای خیلی دور توی لس آنجلس این جوک شایع میشه که برای ورود به صنعت سینما باید به آیین یهودیت روی بیاریم، چون که یهودیان همواره تمایل دارن تا با برتر خوندن نژاد و آیین خودشون دیگران رو از خودشون جدا کنن و تبعیض قائل بشن. امروز
امروزه تو شرایطی یهودیا به رهبرای هالیوود تبدیل شدن که اونا تنها 4% جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن. یهودی‌ها همواره رسانه‌ها رو به عنوان نوکرای خودشون میپندارن و تنها از اونا انتظار دارن که نظرات و عقاید یهودیان رو منعکس کنن. یک راز کثیف در مورد هالیوود اینه که روزنامه نگاران مرتبط با هالیوود دائما توی رسانه‌های مختلف جابجا میشن و البته دستمزدهای خیلی بالایی هم میگیرن. نکته مهم دیگه در مورد این رسانه‌ها اینه که رسانه‌های مهم و مشهور به صورتی کاملا سازمان یافته و هماهنگ اخبار مربوط به سلطه یهودی‌ها رو سانسور میکنن. هرچند مردم آمریکا همواره جوکایی توی این زمینه میسازن. یهودی‌ها که همواره خودشونو قربانیان واقعی هولوکاست میدونن، همواره دیگران رو یهود ستیز به حساب میارن و اینجوری تلاش میکنن که با گسترش دامنه سلطه خودشون به اهداف پشت پرده دست پیدا کنن. چون که احتمالاً شما همین جمله رو شنیدید که یهودی‌ها برای دیدن تئاتر به سالن نمایش نمیرن، بلکه اونا به دنبال مشاهده عقاید ارائه شده خود از سوی بازیگرا هستن. مدتی قبل یکی از مدیران شرکت سونی که حاضر به گفتن اسم خودش نشده بود، توی مصاحبه‌ای با یکی از هفته‌نامه‌های اقتصادی ژاپن اظهار داشت که صنعت فیلمسازی آمریکا تقریباً به صورت کامل به وسیله یهودی‌ها کنترل میشه. البته مدیرای هفته‌نامه از این صحبت‌ها این نتیجه رو گرفتن که اگه شما قصد انجام فعالیت‌های تجاری توی ایالات متحده رو دارید، نمیتونید یهودیای ساکن توی اون کشور رو نادیده بگیرید. اخیراً یکی از گروه‌های آمریکایی فعال توی حوزه مسائل فرهنگی خواستار اون شد که فیلم‌های سینمایی از دست‌های شیطان و 500 نفر از یهودیای غیر معتقد به حضرت مسیح نجات پیدا کنه. از سوی دیگه یکی از مقامات مذهبی ایالات متحده هم مدتی قبل یهودیای سردمدار هالیوود رو به دلیل فریب و اغوای روزانه صدها دختر بیفکر مورد سرزنش قرار داد. اون همچنین گفت معمولاً ایجاد مشکلات و معضلات اخلاقی از سوی یک نژاد که در کنترل یک تجارت بزرگ به اکثریت دست پیدا میکنه نشانگر نبوغ افراد این نژاده. این گفته اینو نشون میده که با وجود تفاوت‌های عمده بین شهروندای آمریکایی و یهودی‌ها به ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی مردم آمریکا توجهی نمی‌کنن. اونا کنترل رسانه‌های اجتماعی آمریکا رو در دست گرفتن، اما به مسئولیت‌های این کنترل توجه نمی‌کنن. اونا همواره محصولات سینمایی خودشونو در درجه اول آمریکایی و بعدش یهودی معرفی میکنن. از سوی دیگه یهودیای هالیوود عمدتاً عقاید خودشونو مخفی میکنن، همونطور که اگرچه اکثر فعالان سینمای آمریکا هم جنس بازن، اما تا پیش از دهه 80 میلادی شما هیچ هم جنس بازی رو توی فیلم‌های سینمایی نمیدیدید.